مثلا خب برای آدم کسل شود 4 چیز در کاره. یک تاش اگر مثلا در آدم باشه، یک چیز اگر در آدم باشه، آدم سبک کسل میشه. مثلا عاملی گویم که عاملی جسمی یا که فیزیکی، عاملی جسمی یا فیزیکی مثلا آدم کسل میکنه. مثلا شمال میخوره، درست؟ مثلا یکون جدا خنکیش میزنن، یکون جدا مثلا آفتاب و مثلا گرمی میداره، خیلی میزنن چه هست و کنسده کنسوف میشود زندگی ده که لط کوبش میکنن. هست که یکون صدمه ده گرفتار میشود، یعنی که عاملی که فیزیک همین اطراف در او تاثیر میکنه. مثلا کاری بسیار، آدم یک جدا اگر کاری بسیار کند، مثلا ستون به رش میشیند، یکون مشکلی میشد، یکون نروش میجخد. اگر یک تا باشد این آدم ها میگردن، بسیار آدم ها دارن این کسل ها را میگردن، سبک کسلن، یک تا نیم تا دارو و کل باید رو تست صحت میکنه. دیده مثلا آدم شمال میخورد، چند روز کسل میشه، دارو درمانش میگن صحت میشد میره. اگر مشکلی چی؟ مشکلی در اون نیست. لیکن اگر دو تا عامل یک جای شود، یک دیم برای اگر مثلا در برابر اون که عامل جسمیش باز عاملی گویم که روانی، اگر در عامل روانی چی داخل میشه؟ عصبانیتی، ترس، جنجال‌های خانگی، غم، اندوه، خفگی، از دست دادن یک آدم نزدیک، یک واقعه ناخوش شدن، مثلا اینا همه در انسان چی میرسونن؟ روانش خراب میکنن. مثلا میبینیش اون آدم زیق است، اون آدم خفه است، اون آدم در غضب است، اون آدم در ترس است، اون آدم بخیل است، اون آدم حسد میکنن، اون آدم رشک میکنن. این زنها در بسیار است که رشک میکنن، چه قین است که مشکل است. تمام زندگی را چکار میکنن؟ زندگی را ویران میکنن. یعنی عامل روانی که شد وجود دو فاکتور. این آدم یک بار نیم بار چکار میکنن؟ یک بار نیم بار خبر میگیرد دکتر، شاید مهندسه خواب میکنه، شاید توبت میکنن. جسمش ساز شود اگر در دکتر، روانش ساز نمیشه. مثلا دویم که این خیلی ناراحتی حس میکند، سرش گرفته محکم حس میکند، مثلا گویم گلوش محکم، سر دیلش کیمچی ناراحتی ها، هر جاش به درد پیدا شدن میگیرد. همین عامل چیست؟ مثلا دکترها همیشه میبینن میگن سازی کو همه نغزای، اون کمبودی نداری. لیکن این عامل روانی باید در نزد دکتری روانشناس تبابت کند. و دکتری روانشناس کم که هست، آدم ها کجا میروند؟ خیلی طبیبای خلقی ده میروند، دم میاندازن، میخونن خودشون، هیچ کارو دیگر میکنن که مثلا همون روانشون آرام کنن. بسیار وقت ما میدونیم از این کارو روانی آدم آرام میکنن. مثلا آدم اگر بخونانش میگه البته کمتر چی شدم سبک شدم، چون که آدم ها باوری دارن با قدرت قوتی مثلا غیب میدونن که تاثیرشون میرسونن. لیکن اگر جدی تر باشد کار، یعنی که متخصص در کاره. اگر عامل جسمی، یعنی بدنش کسل شد و روانش کسل شد، یا که روانش کسل شد و بدنش کسل شد، اول دل میگفت کیم چه خلکی است، اول میرفتن همه 100% میگفتن یکون مشکلی نداری، آهسته چی شد؟ بلکه یکون وقت رفتن گفتن که خیلی دلت چی است؟ اکیگی ده مزاش نیست. بعدی 5-6 سال کسلی در تنه ریشه میدونه. اول در روان است، اول در خیال است. انا کو تصور کنید وقتی که روان کسل، جسم کسل و نادرست توابت میکنند، وقت رعایت نمیکنند در توابت، پوره کورس توابتی را نمیگذارد. کورس توابتی 4 است. علامت های بیماری را میزنی، دوم عضوی که آسیب دیده است توابتش میکنی، سوم فکرش جابجا میکنی، یعنی که روانش جابجا میکنی، و چهارم باز کارهاش و همون مناسبت های اجتماعیش برقرار میکنی که رفت آمد و کار رو با برقرار شده با زندگی. و بسیاری کسان میشن بعد بندیسه دیگر رفتن نمیتونن، کار رفتن نمیتونن، کار کردن نمیتونن، مثلا یا که زندگی را بردن نمیتونن. برای همین 4 است.
انا اگر که این دوتا نشد سیوم خود به خود پیدا می شود. چون که دو کس که شد سیوم پیدا می شود. خلاص دو ایده دارید سیوم ایده پیدا می شود. دو مثلا زن و شوهر که همراهن فرزند پیدا می شود. دو چیز یک جایی که در بدن انسان شد سیومش پیدا می شود. این عامل اجتماعی است. عامل اجتماعی چی است؟ عامل اجتماعی آدم کمبغل شدن میگیره. چون که 70% عقل و خوش و فهمش او در کار صرف نمیشود. در کسل بنده. روزی در روز در کسل چی است بند؟ کارم برای 30% 20% کار میکند. حاصلی نغز نمیتید کار. جنجال های اولوی سر میشوند. اگر زن باشد مسئولیتش اجرا کردن نمیتونه. مرد باشد مسئولیتش اجرا کردن نمیتونه. استودنت باشد خواندن نمیتونه. طلبه باشد خواندن نمیتونه. از خود کردن نمیتونه. بعد جنجال ها چی؟ جنجال ها در آن چی میشن؟ متاسفانه سر میشن. این عامل اجتماعی است. و این انسان آهسته آهسته کسل که شد از خویش و تبارش گله میکنن. و میگه چرا خبرم نمیگیرن؟ های یاردم کنن یک بار دو بار سه بار بعد سر میشن آهسته آهسته. بعد مشکلی در این طرف سمت پیدا میشه. خدا کنه دو خویش تبار شما کسایی شما نگاه بین میکنن فرزندای شما کسایی که مثلا مبلغ گذاری میکنن برای طبابت دارو میخرن مثلا مبلغ طبابتتون رو میسپرن این طرف اون طرف رفتن معاینه هاتون مبلغشون رو میسپرن. خدا آدمای صادق باشن آدمایی که مثلا دوست میدارن آدمایی که خدا در دلشون انداخته باشه. اگر نه انداخته باشد بعد 1 سال 2 سال 3 سال تک دلش میگه خیاهیست نشوه یا اسناخی در جان زده. این چی گپه یخی؟ همه جا بردیمش همه کار کردیم این چی گپه میگم؟ و نمیتونم برآوردن برای چی این سه تا که یک جای شد سه تا یک جای شد. اگر متخصص نباشد مثلا دکتری را بتونه طبیب باشد پسیکولوگ باشد حکیم باشد بسیار پداگوگ باشد مثلا بسیار چیزا که فهمید و میتونه که کمک کنه. اگر نفهمید مثلا برای که اجتماعیات آدم اساس کنی باید سوسیولوگ باشی پسیکولوگ سوسیولوگ یعنی روانشناس اجتماعی مناسبت‌های اجتماعی آدم رو بدون. مثلا ما قد شما که صحبت کردیم از روی انا همه علم میفهمیم که شما در خانه‌تون در کدام حالت قرار دارید و شما چقدر مناسبت دارن شما را چقدر مناسبت گرفتن درون خانه مناسبت‌های خاصی خود شما دارن. این عامل اجتماعی آدم را کمبغل میکند مناسبت‌های اجتماعیش ویران میکند و تنها میماند. اگر کند و ما درستش کنیم امکانات هست که این صرف عامل دیگر هم برطرف شود. ولی اگر برطرف نشد 4م عامل به کار میزنند. عامل ارثی کسلی های اولادی در اون آدم چی میشن؟ پیدا میشن. اگه فهمیدید که پیدا میشن اما آدمی که مثلا قند میشد اما آدمی که مثلا داولین میشد یا این سود میشد این فرق میشد مثلا سیستم مهرش پرابلم میشد یکون کس و عامل ارثی بیدار شده است. برای که عامل ارثی بیدار شد 3 تا عامل دیگر در کاره. از همین لحاظ بدانید که یکی از عامل هایی که کسلی را در ما و شما اوج میتید سر میشود کسلی یکم قدم به سوی کسلی آدم ها میزنن این عامل روانی است. عامل روانی آدم میتونه ای جسم هم کسل شود یادت نرسه اوقات ساز نخوری ویتامینات نرسه ویتامین د نرسه رخید از دیده آدم ها برای ما شما رو همتون قریب ریکامنداسیون میتیم که ویتامین د خودتون گیرید 20 روز خورید با 20 روز دم زنید 2 چکره‌ای 3 چکره‌ای باز چی کنید با 20 روز پس با دوام تید. برای که آدم ها بسیار در درون خانه هستن کم در صحرا ویتامین د کم چی میشه مثلا شما میدونید زگر یگان تاجیک دیدید زگر کنن قریب ما نمیبینیم تک
گویم که جغرافیا ما چون است که آفتاب بسیار است، آدم‌ها تیز آفتاب زده میشن، پوست ما تیز هم ویتامین دی را میگیره. خارجی رو ببینید چه زگر میکنن. برای چی زگر؟ برای ویتامین دی میکنن. برای ویتامین دی در مقابل ماده ها اشتراک میکنند. آدم تیز صحت میشود، تیز کاری طبابتیش برابر میگیرد. برای شما روز توصیه که ویتامین دی را گیرید، استفاده برید. کلسیم نرسد، استخوان ملایم میشد. زن حامله‌دار کودکش مثلا کودکش استخوانش ملایم میاد، تیز سرچی میشد، تیز سر پچق میشد، پاچک‌ها خیلی میشن، یا که ایکس برین میشن یا که او برین میشن. یعنی که فهمیش سست میشد، یک یاد نرسد فهمیش سست میشد. برای موضوع بسیار خواطر است که همین موادهای غذایی را حاضر قیمت کردستن. این نادرسته، این زیان به اینکه ارگانیسم سرشت همین مردم ما میرساند. نارسایی سفیده مثلا. خیلی مثلا گوشت که نشد، سفیده که نرسید، لوبیا، نخود، نسک، بسیار چیزهای دیگر هستند که میتونن اون چیکار کنن؟ عوض کنن. لیکن به هر حال باید همین تاجرای ما، کسایی که با مواد غذایی مردم سر کار دارن، باید اندیشه کنن. چون که این زیان به ملت هست. زیان به سلامتی ملت میرسونه. کوشش کنید که غذا گوناگون باشد. حتی که غذاهای ارزانی هستند که بسیار نظرناگیر هستند. بسیار چیزها در همانا هست. مثلا در کپوست هست، در کارتوشکا هست، مثلا در نسک است، در ماش است، در نخود است. که در ما اگر بگیم اینا خوراک‌های اونقدر چی حسابشون نمیکنن. لیکن بسیار چیزهای لازمی را دارن. انا برای ما امروز گپ میزنیم درباره چی؟ عامل روانی. چه میشود که آدم عامل روانی آسیب میبیند. عامل با معناش چیست؟ یک چیزی که آدم کسل میکند. شما شنیدگی کلمه استرس هست. خیلی اینا گوناگون ترجمه میکنن. من گفتم ترجمه گوناگون ادبی دارد، بسیار برآوردن. لیکن مردم استرس بگوید، همین دوره کوید ده فهمیدن که استرس تاثیر میرسونده است، ایمونیته سست میکرده است. خواه مسئول ببینم ما استرس میگوییم چون که چیزی علمیه. تاجیکای ما پیشین از زیان میگفتن، کوهستانا زیونش میگفتن. اینکه یک چیزی هست که انسان چی تاثیر میرسونه. چی میشود که همین استرس عامل روانی مثلا میترسانند. یک غضب سخت میکنی، یا یک جدا مثلا جنجال میکنی، مثلا بخیلی میکنی، میشود کو که حسد میکنی، یک کس میبینی خلاص رشک میکنی، از یک کس خفه میشی، یک کس در کینه میگیری. اینا چیزا هستند، چیزهای عامل‌های هستند. چی؟ عامل‌های روانی. خیلی کسل میکنن. دوستای عزیز، عامل‌های روانی قدم‌های اول کسل شوی را آدم میزنن، تو را به همون طرف سمت کسلی میبرد. یک استرس سبب چی میشه؟ استرس، ترس، هراس چیزی که هست سببی در خون پیدا شدنی داروهای ضد استرسی. داروهای ضد استرسی در معده سر حاصل میشن در هیپوفیز و در نادپوچشنیک، در غدود بالاگرده. وقتی که استرس زیاد که شد، این داروها دیگه حاصل شدن نمیتوانند. و چی پیدا میشه؟ استرس سبب حاصل شدن داروهایی است که ما اونا رو باید ویران کنیم در ارگانیسم که ما رو زیان نرسونن. مثلا میشه یکش ادرنالین. پیدا شدن داروهای گرمانهای غدود سپرشکم. پیدا شدنی یعنی انگیزه یافتنی تارهای عصبی سیمپاتیکی. اکنون اینا چیکار میکنن؟ ادرنالین وقتی حاصل میشه رو سرخ میشه، دیدگی یا که بعضی آدم‌ها رو سفید میشه، رو سرخ میشه، خون در سر میدود. خلاص دولینش 10 تا 20 تا چی میشه؟ بلند میشه. غضب و قهر در او چی میشه؟ پیدا میشه. غدود زیر معده دهانکش محکم میشه. دهانکش که محکم شد، ساقش چی؟ نمیبره.
برای که ما یک استرس بزنیم چقدر انسولین حاصل میشه. انسولین که زیاد که حاصل شد، همین غدود زیر معده یک طرفش برای انسولینه، یعنی ضد قندی که در خون است دارو میبرد که همون رو برطرف کنه. همین حاصل نمیشه. نگاه کنید چیکار میشه. ساق در درون، یعنی که شربتی که باید برورد همین غدود زیر در درونش میمونه، برای علت و اسید بلند میشه چون اینا در خون میرون. میشه پانکریاتیت. روده ها فشرده میشن، میشه کلیت. جگر شدت میخورد، تلخه شدت میکند. این سبب اون میشد که در همین زرده غوث که شد، غضبش کو رطوبت کم میشود، آب همون تلخی کم میشود و این سبب غوث شدن زرده میشد. زرده در روده درست نمیریزد، این خطرش میمونه. میشود چی؟ خلستیت. آیسته بسیار میشود سنگ تلخه. جگر دا میشود پرابلم، چون که شوریدن همون نادرست میشه. دیل تست زدن میگیرن، تخ کرده میشن. غدود اینجا سپرشکل گلو زیاد کار میکند، گرمانور زیاد کار میکنه. برای بسیاری مردم استرس داشته باشن میرون میگن زاب داریم. چشما را میزنن بسیار چی میکنن؟ رگها را تنگ میکنن، بینایی را ضرر میرسونن، درون سر فشارش بلند میکنن. وقتی که استرس، داروهای ضد استرسی حاصل نشدن، استشنی میشود، یعنی ارگانیسم مانده که میشود در برآوردن همین دارو. این سبب آن میشود که استرس در آدم تاثیر میکنه. من ندونم همین سن سال کمتر میرفته است، یک جدا اگر کمتر رسد میشه دلیل میخیزه یا شیده نمیشه. این کار 10 بار عصبات ویران کنه با چی؟ همین یک بار خودش شیشته در خانه آدم سن سال رفته یکون فکر کند که عصباشو ویران کند، یکون واقعه، یکون حادثه. این سبب چی میشه؟ سبب یون میشود که آدم دولینش بلند میشه. اکو فهمیدید دولینی از چی بود است؟ فهمیدید پانکریاتیت از چی بود است؟ فهمیدید خلستیت از چی بود است؟ فهمیدید رگ‌ها برای چی خیلی گفتی شما رگ‌ها تاب خورده میشن، کسلی و سردرد میشن، میگرین میشن آدم‌ها، رگچه‌های معاینه سر تنگ میشن، گردش خون در اونها نمیره. دایی آدم دایم شکایت میگه سلام چخیلکی است. ما با همون رگچه را باید کشویم. ما باید همون شدت هایی که در بدن میشن باید برهمشون زنیم. یکی از واسطه‌ای که من حاضر اگر ساعت ها گپ زنم در باره عامل روانی کمه، یکی از واسطه‌ای که ما همین عامل روانی را برطرف میکنیم، یعنی در آینده آدم کسل شده نمیاد، ارثیتش بیدار نمیشد انشای خدا، این مشق های روانی ما همینجا آوردیم شما رو دعوت کردیم که مثلا ما سوزنتون میزنیم، ما دارو درمان گیاه بسیار ما شما رو کمک میکنیم، تشخیص انشاءالله درستون میمونیم. و یک عاملش انا همین است که شما سکوت یاد گیرید، سکوت کبیر، مدیتاسیای تاجیکی را یاد گیرید. خودتون را چکار کنید؟ آرام کنید. استرس هایی که هر روز میگیرید این استرس ها را شما بتونید با آسانی از بین ببرید. یک بار سکوت یاد گیرید و یک بار سکوت کنید، ببینید چه خیلی میشه. یکی سکوت تانستن در کن و اجراش کردن در کن. اولی هم در فضای اطلاعاتی مردم ما همین مدیتاسیایی که ما کار کردیم هنوز اولی هم نبرآمده است که مردم اینو بگیرن، چون که در خارج مدیتاسیا در برابری تبابت های همین چی که عنعنوی که هست همین کار کرده است. مردم خودشون میرن میآموزن، یاد میگیرن، مشق میکنن، معاینه را برنامه ریزی میکنن، داروهای معاینه حاصل میشد، درست زندگی میکنن، درست تلقین میکنن خودشون. و ما دیدیم که تاثیرشون رسونده است. مردم خارج و مهتاب رفتن، های مهتاب به مرز رفتستن، در مهتاب شهر ساختنی هستند، در خری بهرود چکارو کردنی هستند. او یک آهنا را عقل دادن، جان دادن، آهنا پرواز کردن. سببش چی؟ سببش اون است که اونا همین قدرتی عصبی خودشون با واسطه مدیتاسیا بیدار کردن. میکنم همین کار امروز. فهمیدید؟ برای چی شما اینجا آمده؟ برای چی من میگم که بشینید در بیاید ازیاد کنید؟
ана барои ҳамин аст ки бисёр осон аст, бисёр сабук аст. Агар саволе бошад ман шуморо